گداریا رادیو یا تزش مسکوی دکن سلاف او دم و بخیر گدارین دلال رادیو یا تزه اند کارن ببین تو را اینترنت بوی ناونی شانی مالپر ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه چارده چلیه ایرو دیکن برنامه خواهی دنگ و بسان یا سال 2017 دا ام جاردن سرسال و نو همو گدارین رادیو یا تزه و همو گل کرد پیروز دکن هیویدارن سال نو سال آشتی خوشی و بختواری بیش بود تبامیا امرواتی نه گداریا دنگ و بسین هفته یکی بکن هفتیو بوری سروک هریم کردستانی مسعود برزانی اجدونرین ولاتین جینار را بحثا رفش هریمی و مجرا سرخوبونی کردستانی کرد. سروک هریم کردستانی مسعود برزانی پیشمی 12 چلیل نوچه پیرمامی اوفیسا سرکاتی دا پیشوزی چند کنسول و نونرین ولاتین جیهانی کرد. گور زانیاریان جوین مسعود برزانی و کنسول و چند نونرین ولاتین جیهانی دا دگل شریل دجی دایشی و پرزگریکین کچبران مجرا سرخوبون کردستانی جی هات نرخاندن. سرجوین سروک برزانی گوتارک پیشکش کرد بحث و سدمین شهر دایشی و یریش لمبر کردستانی و مترسیات تروری یال سر اولکاریا جیانی. گوتار خود سروک هریم کردستانی بحث و پیوندی و نوبر هریم کردستان و بغدای کرد و گوت ما فی تک سنینه درباره یک پرچه عراقی دا گلیان المبکه دوام بیسنه ایلونی سردان بغدای کرد بورگلی و اشکره گل سرک وزیر و عالی دن گفتگو کریه و بانجی بخواشی گداریا گوتنی میکردن. امل سرویه کری کفتن که گوتو بیجان بکن و بگینن چارسیریه که دکو تراژدی و پرزگریکن در بازبوی دوباره نبن. مسعود برزانی گوتار خود باکشانده سرفش عبوری یاریم کردستانی که دازانین کش بر سدمین دکتن نرخ پترولی شهر تروری و هاتنا میلیون و 800,000 کچبرن بارگرانی که زیده کتیه سرملی هریم کردستانی و پشتی دست بکرن اپراسیون آزاد کردن موصول جی نزدیک 100,000 کسیندن هاتنا هریم کردستانی. هریم کردستانی 19 سرکنسولخانه 6 کنسولخانه و بگیشت 35 نونرتیگین ولاتین جیهانی هنه. 11 چلیل هدیری شانده ینکی یاد بن سرکتیا جیگری یکم یه سکرتاری گیشتی کستایت رسول گل شانده که پدکی یاد بن سرکتیا سرک وزیر نیجیران برزانی دا جویا جوینی دا پرزگریکن سیاسی و آبوری ین هریم کردستانی هاتنه گوتو بیش کرن پشتی جوینی بناوی پولیت بیروی هر دو پارتیان دخینی که هفبش بلاف کرن و را گیاندن دا جوینی دا درباری پیشخستن و قوی کرنا پیوندین گوتو بیش هاتنه کرن تایبتی جی مجارین وکه پیوندین کردستانی پیوندین هریم کردستانی یل گل حکومت عراقی و ولاتین دن هاتنه نرخاندن پولیت بیرو پدکی او ینکی دخینی خود آمجه ویه که کرن که درباری چار سرکرنا کریز دارایی آخوینه و را گیاندن پشگری و هفکاری حکومت هریم کردستانی دکن گوری را گیاندن جوینی دبریار هاتیه داین کمیسیونک بی آوا کرن که نونرتی همو آلین سیاسی و پیکاتای نتوایجی بکه اف کمیسیون مجارین وکه پرزگری که هریم ست چلی ریفریندوم و سرخوابون کردستانی یکالی بکه کوم جواکین کردستانی را گیان دخینین بردف که حکومت هریم کردستانی صافین دزایی ین درباری وکشاندن پکیش شنگالی نراستن که چکی دخیاند که گریلاین وان برمانجا پراستنا کردن ازدی چونه شنگالی و حتی شنگالی ریببریه که خواستر نی آوکرنجی جور در ناکهون کمیته دیپلماسی یا که چکی دخینیک بلاف کر او تیدا گود ام نزانن بریز سفین دزایل گوری چه اف دخینی دایه او هات ببیرخستن که نه پکیکی و نجی فرماندارین گریلا چه دخینیک سر درکتنا گریلاش شنگالی ندانه دخینی داته گوتن گریلاش بو پیشاقر کرنا ازدیان بگره چوه شنگالی جواکو ازدی را بو آلی کار داکو سازین خاری و برنه او خاپاراستانی آوا بکن گریلاش بو سردستی نه چوه شنگالی لفماجی تو بریار که بیش درکتنا ور نینه هر وقتی چکی بالی شینل سری و بنا شنگالی او دیار دکه که کنگی ازیدی بول خودی هزا خپراستن او ریببری خسر هنگی وی آرمانجو گریلا یال شنگالی بجی هاته به لما بی پیکاتنا و یکی درکتنا گریلا روزویده نابه کچکی هبونا پیشمرگین یال شنگالی جیوا که پرسگریک بناف دکه او دبیجه دمو خلق شنگالی کاری خواب ریوا ببه وی دمی پرسگریکا هبونا گریلا او پیشمرگین جی جار سرده به جالی که دم و کچکی جی آمجه دکه دانستاندن ماند گل پیده که دا برده بانم هفته بوری اندامی که چکی مراد کرایلیان دوشان زندی یا تلویزیونی که دا رگیان دبو که پشتی هفدیتن آنوی هزین پکه که شنگالی وکشن لیلگوری دخیانیا داوین یا کشالی که چکی و بابایی که نویسکی و بیمزه هفسروکی که چکی جمال بایک هات رگیاندن که پکه که شنگالی و نکشه حتی ناش آلی پکه که و دخیانی که در درباری وکشین شنگالی دا نهاتی رگیاندن.
Bedevki Wezarata Derveye Amerika John Kirby civide ke çepomeni de region hatta nohata danustandına ke diplomasi derbori derketine PKK şengoli de nekriye u Amerika tprsa rubrubuna terori da pështovanja Turkiye'deki. Hervo Kirby gut mayna PKK şengoli gefel sernovçe. Ruja haftevi mey serek vaziri Türkiye Binali Yıldırım serdano Bagdad'e kır u konferansa rojdamegeri yad gel serek vaziri Irak'ı da gut. Me da hoş Irak'ı kır hevkariya me beke da ku PKK şengoli derkeve Irak'ı jistoz da ku hamu hevlin خابونه يشتنا بكيكي شنغولي بكي سروکی دسته دستپاکی یا هریم کردستانی حکم احمد انور رگیاند. سروکی هریم کردستانی دبجارا جیب جکرنا فرمانات کوشینال دجی گندلی دا جمع خواست که دست خوشت کسی نپارزن اف کسین نویوان گندلین دای بینداد گکرن اولی پرسین. بریار روز 16 چلی سرک وزیر دیجیروان برزانی لگل کمیسیون روبروبونا گندلی بجون. کمیسیون روبروبونا گندلی درباری داد گکرنا وان کسان که دوسیو وان یا گندلی هی او درباری وان دا پیداچون هاتیه کرن دی بریاری بده. هر سی komisyonin çaksazı jihatine pekanin da dosyeyin Wezarata Peşmerge derman art u zevyon bişupine. Lguri zanyoriyon pinci dosyeyin nuye gendeliş ali komisyoni ve giştiye berdesti dodgey. Navan dosyon da çar dosyeyin tahaki dosyek hevleri novo Wezarata Rafşeberi da u ervo dosyek jil ferbange elektriki ya Slimani jiyeye. هفتیا بوری ژاپنی بریوردا کپ فرمی کنسولخانه خال هفلیر یا پایتخت ریم کردستان وکر و الگوری آگایان روز چهارشنبه مراسم که کنسولخانه وی ولایت هفلیری هاته وکرن. ایواری روز سه‌شنبه وزیر دولت بو کاروبارین درو ی ژاپنی کنتانو سونورا پشتی قصد خوایا بو بغداد توی شاندکی سردان ریم کردستان کرد. الگوری مالپر فرمی حکومت ریم کردستان سرک وزیر ریم کردستان نیجیروان برزانی ایواری روز سه‌شنبه دیچلی بجاری هفلیری پیش وزیر دولت بو کاروبارین و یه ژاپنی کنتارو سنورا و شندای پیرا کرد. سرکوزی نیجیروان برزانی سرنوی حکومت ریم کردستانی دستخوشیل بریار وکرن کنسولخانه ژاپنی لولیری کرد او پشتوانی حکومت کردستانی جیش بکار و چالاکیل و کنسولخانه نشان داد. پشتی که ژاپنی بریار وکرن کنسولخانه خال هفلیر یا پایتخت ریم کردستانی دا وی ولاتی کنسول خایل هفلیری جی دیار کرد. حکمت کانادا الگوری وانسوزی که دانه هریم کردستانی پیوندی خوش بو ولی کاریا هیزین پیشبرگه تکز که او دوی چارچوبای د پلان حکمت واندا که بهای چند بیلیون دلار چک و تقمنیان شریم کردستانی را بشینه. بردف که پیش بروانیان اجتماعی یا کانادا دانیل بوتلر اشکره کرد که چک باید 9 میلیون و 500,000 دلار و چند جورین جدا خودگره لی بابایی که گیشتی پرانیجی چکین سبک پکتین. کانادا یکش اندامین هفپیمانیا نف دولتی یالدجی دایشیه و شورمندن و ین سربازید دجی دایش دالی کاریا هیزین پیشبرگه دکن. ده هشتیامین روز دست بکرنا اپراسیون کنترل کننا مسئولی دا لشکرین ارتش عراق بر بناوند باجیر و دست بلف و تفگیری کرن و الگوری زانیاریان ده 24 ساعت انداویه دا پیشواچودین کرن دست خستنه. الگوری آگایان هیزین دجی تروریین عراق و لشکری دنین ارتش عراق بر بناوند باجیر مسئولی و دست تفگیری کرن. هات راگیاندن قناخ دیام یا اپراسیون کنترل کننا مسئولی دا زیدتری 20 تاخش آلین هیزین عراقی و هاتنه کنترل کرن که دجوان تاخانش آلی هیزین دجی تروری بویه. روز هفته جتمه سال پار اپراسیون موسولی دست بکر حتی 6 تاخن رجلات موسولی شالی ارتش عراق و هاتنه کنترل کردن. بایلوزی عراق الانقره هشام علی اکبر ابراهیم العلوی گفت عراق و ترکیه الهف کردن که لشکرین ارتش ترکیه دشکامپ باشه که درب کردن. بایلوزی عراق الانقره راگیان دهه ما سیمهاندا اپراسیون رزگار کردن موسولی دوی به پشت راجی لشکرین ترکیه دکامپ باشه که والا بکن. گویرتنا نوی روجوای کردستانش علی پیده و بویه جی نرازی بونا کردان. ملت کرد روجوای دبیجه کوان جانی خواب بو کردستانی دانه نجبو با کوری سوریه یین کسی جی دبیجه نوی ولاتی وان کردستانه. بریار راکرن نوی روجوای ریل بر نرازی بونا خلق رفشنبیر و پارتین سیاسی وکریه مجلس دمزرینار یا سیستم فدرالیا دموکرات یا روجوا با کوری سوریه. بریار دا بوکوان نوی اداره کریه سیستم فدرالیا دموکراتیک با کوری سوریه و نوی روجوا جی خستیه وی بریاری روجوای کردستانی گلک دنگ ودا و رایا گیشتی یا کردانش وی بریاری عاجزه و نرازی بونک بخاق کد را چکریه. هری داوی لناوچه ریمیلان روجوای کردستانی 27 کانون 2016 دا دویمین جوینا سیستم فدرالیا دموکراتیک یا روجوا با کوری سوریه دست بکر. دا جوینا مجلسی دا جبو پاشروج روجوا و سوریه بریاری گرنگ هاتن داین.
هرواش بر رکرنا پیو روجوای کردستان گنگ شهنه هنه آلین سیاسی وکی پیدی و تفدم رکرنا وی پیوی بابایی که ارینی و رودانان چرچوه پلانان دا دنرخینن اج آلیدن وی اینکه سی همو گوتن و کریورین خسریه دموکراتیک رد دکه و اشکره دکه کش دست که حتی نوی روجوای کردستانی خلات هاتیب کرانین و اف دوری اراده گله اج برکو پیو روجواش بو خلقی خودی وطای دیروکیه وی بریوری وکی شاشیتی ددرخینن و قبول ناکن خلقی روجوای کردستان جیش قبول کردن وی بریوری نراسینه هف سروکی پارتیا دموکراتیک یا گیلان سلحدین دمیتاش سروکی پارلمانتوی ترکیه خواست دوی درفت بدوین که بکاربن دنگ دوین و گویتن دستوری دا دنگی خواب کار بینن دمیتاش زندان ادرنای دا خزنامه یک بو سروکی پارلمانتوی شان او دا خیاکرن پیشنیار گویتن دستوری درباری آینده والاتی دا پرگرنگه لی 11 اندامین پارلمانتوی هاتنه زندان کرن دا زانی نامه این که بو پارلمانتوی دشینن وزارت دادی را تیشاندن و وزارت جی دست سرنامه نایله بگینن پارلمانتوی دمیتاش گوت هرچی قصد در وی حقوقی هاتبن گرتن جی ارکی پارلمانتاریا وان بردوان دکه او دواری حق و مفدا تو فرقک وانش پارلمانتارین دنینه او دوی سرکاتیا پارلمانتاری درفت چه بکه که بکاربن دنگی خواب کار بینن روشتاندن گیشتی یا پارلمانتاری ترکیه سیشمی سر پیشنیارنامای آکی پارتی یا گویتن یاسایا بنگین کن بو دانستاندن این کمیسیون یاسایا بنگین دروش بردوان کرده بو ده چرچوه گویتن یاسایا بنگین داشت اجبو در بازبون سیستم سرکومتی سیستو سی دنگ پیوسته اگر سیستو سی پارلمانتار یاسایا بنگین اری بکن ده ترکیه ناف شستروژان دا بچه رفرندومی پارلمانتار هدبی مرال دانش بشتاش گود و گویتنا دستور فرمان مرنا کردان الویان پیکاتیون جدات داین گوتو بیشن گویتنا سیستم ریوبرنا ترکیه سیشمی پارلمانتاری بدوان کرد پارلمانتار هدبی یا ادنه مرال دانش بشتاش گود و دستور دموکراسی کیمیا ترکیه دبی قربانی سیستم دیکتاتوری و هبونا همو دمو دزگین جواکی و دموکراسی شولیتن را کرن اوی دخیا کرن اکی پارتی دشبری خواه زندان کرنه او دخوازه وی آوائی دستوری بگویرنه او بانکل پارتی دستلادار کر بلا همو آلی فکر او دیتن خواه بیجن او گل باوایی بریار خواه بده هر وا گود دستلاداری ترکیه در و هندر نیارتیا کردان دکه او پجراندن وی دستوری تیواته بردوامی وی سیاسیتی اوش پارلمانتارن خواست ری ندن وی یکی سردوزگر کمری یوانی درباره هفسروک گیشته HDP فیگن یکسکدان دا دخوازی جزای حتی کرد. سردوزگر کمری یوانی لیپرسینو درباره آخافتن هفسروک HDP فیگن یکسکداک ین 11 نیسان 2015 3 چلی 2015 و 5 آدار 2016 تمام کرد. دیدیونامه یکوش علی دویامین دادگاه جزای گران یاوانی و هات پجراندن هات دیار کرن کش بر نواروکو آخافتن انگلیش سردوزگری کمری یا یالووایی را هات نکرن لیپرسین هاتیه وکرن دیدیونامه دا درباره یکسک داگ دا جبر سوچین یکتی دولت و هفکتنا جواکی تک بریه و پروپاگاندای رخصتنی کریه گل جزای حتی 7 سال و 5 ماه جزای گرتیگاهی تی خواستن سروکی گیشتی یه پارتی کردستانی باکورد ابراهیم خلیل باران رهای باکوری کردستانی شالی پولیس و هات بنچف کرن پولیس مال باران لیگرین کرد سروکی باکورد ابراهیم خلیل باران چرچوای لیپرسینه که کجالی سردوزگاری رهای و داد بشاندن روز ششم مال خوی رهای شالی پولیس و هات بنچف کرن بریا میدیا جواکی بریا ناگفین کشتن ابراهیم خلیل باران را هات بخارن باران بی دمی گوتو بگه اگر تشتک بسیاری من واره برا مالبت من فکر کردستانی بلاف بکه باکورد زیادتر باکوری کردستانی سیاست دکه و یک پارتین کردستانی تی ناس کرن. تیری بازی نازدی کردستانی گیریشل ازمیری خواهد او را گیاند. او گیریش آلی تیما طولدانی یا شهید چکدار و هاتیل دار خستن. پیشیا آوایا دادگیل باجاری ازمیری یه ترکیه 5 ایسل تقینک چه بو او دا تقین دالگوری دخینی پرزگری ازمیری پولیسک و کرمندکی دادگیه هاتبون کشتن. تاکی دیار که کد انجام ما پیفچونن پشتی تقینی دا دو اندامین وان جانی خوش دست دانه. هفپیمانیا روسیه و ترکیه ده چه بهستر ده به او تی پیش بینی کرن که اف باندور سر یکالی کرنا رفشا سوریه جی بگه. نیشانین هری نویه بهزبونا هفپیمانیا روسیه و ترکیه ایون که فروکین روسیه بربانج آلیکاری آرتش ترکیه با کوری سوری بگین دایشیل نوچه بابی بومه بران دکن. اف یک جی پشگری روسیه یجبوب اپراسیون آرتش ترکیه و آرتش آزاد یا سوریه. هنک برپسین آمریکا اشکره کردنه که فروکین روسیه دویه ماه در بازبوی دا دست آلیکاری آرتش ترکیه کردنه و حتی روز اینی در بازبوی جی با کوری سوری بومبارانو چپرندایشی کردنه.
اف همون هنگی ترکیه و روسیه پشت به یکیته که دو قانون 2016 دا انقره و مسکو پروژه آگربست سوری آمده کرد و دو جوات اولکاریو نو دولتی دا جیل سروی پروژه دنگدان هاته کرن حتی نواجی زیدتری 8 گروپین چکدار ین سوری تبی وی آگربستینه پس پر دوی باوری دانن که مسکو و انقره درباره پیش روز سوری دا گیشتن ریکفتنه کی ریکفتن جی اوه که روسیا جبو باکوری سوری را گیاندن نوچه که آرام دی پشگری بده ترکی هر وقت پیشه هزین کردی بگرن دا کل نوچه که اتونوم آوه نکن لنبر ویکیجی دی ترکی دست دخواست خویو لنبر بشر اسد برده که ترکی دخواست اسد السر دسلاداری نمینه پیزبون پیوندین نبر روسیه و ترکیه دادم که ده که پیوندین انقره و واشنگتن لسر هفکاری کردن یپگی آلوس بونه آمریکا لیکاری ده یپگی و ترکیه جل دجیبیه کیه هر و انقره دبیجه دو اپراسیون مرتالا فراتی ده آمریکا و هزینه پیمانی آلیکاری نادن ارتش ترکی و ارتش آزاد یا سوری اجبر ویکیجی ترکیه کارتب کارانینا فروخانه اینجرلیکی بکارتینه نونری پیدل فرانسا خالد ایسارا گیاند که پیدی و یپگی جبو دانستاندن استانای نهاتنه و خواندن خالد ایسا دخینی که دشکره کر خویا هنه کسنه نخزن پارتی یکتی دموکراتیک و یکینن پراستنا گل دا جوینن استانا دا بش دار ببن خالد ایسا دخیا کرن هرش بروی یکی نه پیدی و نه یپگی نهاتنه و خواندن و بشداری دانستاندن استانای نابن نونری پیدی دست نشان کر اگر جواک نو دولتی بخوازه رفش سوریه چرا سر بکه دوی کرد جیش بود دانستاندن و جویدان ورل و خواندن بریارد بیسیوی مهیدا چند جوین بو جارا سرکنا کریز سوریه استانای قازقستان بشداریا نونرین حکومت سوریه و اپوزیسیون چکدار و دیپلوماتن روسیه و ترکیه و ایران چند ولاتندن بریوا بچن جگری بدف که وزارت کارندر و یا آمریکا مارک تونر واشنگتن جوینا چپامانی یا روزانه دا پرسن درباره روزاوی دا برسیواندن تونر آنیزمان کل روزاوی کردستانی و سوری هزین هری باندور یالدجی تایش شردکن هزین کردن و دوی پیده تولی مزاکاریان جر سرکنا کریزا سوری ببه جگری بدف که وزارت کارندر و یا آمریکا واگود باندور پیده شر دجی دایش دا هیه دوی نیرین پیده جر سرکنا کریزا سوری دا بینه نرخواندن به ما پیویست افجی ببن بشک پیواجیو جر سر کرنه بدف که وزارت بروانی روسیه ایگور کناشنکوف روزنامه‌وان را گیاند مسکو هجمار نزدیک خال سوریه کم دکل لیبل میلیون آمریکی نو چین نراز درباره زدکن هجمار لشکرین روسیه لسوریه بلاف دکن کناشنکوف بسا پاش و گراندن گمیا جنگی ادمیرال کوزنیتسوف یا فروکه هلگرگر و داخیا کرن ده ششوی میدا کشتی ادمیرال کوزنیتسوف کل سروی چل فروکه این شرحنه سوری درکت و دیوگره باجار سیویرامورسک وانا اف کشتی شاندمن سوری جبولی داناری خستنن تروریست بدف که وزارت بروانی روسیه رخنه میدیون آمریکی کر او گفت که میدیون آمریکی زانیارین شاش و نراست درباره هجمار لشکرین روسیه یلن سوریه بلاف دکن چهارشنبه ایواری کانال تلویزیونی یا فوکس نیوز یا آمریکای بلاف کرده بود که روسیه هجمار لشکرین خال سوریه کم نکریه و سه داجی هجمار وان زیده کریه دنگ و باسنجیانی پشتی 8 سالین هیام سرکاتی آمریکای باراک اوباما گوتار خوی داوین پیشکش کرد و دیار کرد که آمریکا گوری بری گلک پیزه 44مین سرکی ولایت یکگرتی آمریکا باراک اوباما روزا 11 چلی چیکاگوی وک سرک گوتار خوی داوی پیشکش کرد اوباما گوتار خود بساتی کوشینا لنبر تروریسم کرد و گوت هنک گروپ هنه تانی ترسی بلافت کن لی آمریکا رینو دکو وی کاری خو بردوام بکن بریا هف پیمانیا نو دولتی اوان ویری خستنن وک دایشی تک دبن اوباما دخفتنا خدا بس کشتنا سروک ایری خستنا القاعده اسامه بن لادن کر او دخیان کد وی هیام دب 10,000 تروریست هات نکشتن او راگیان تو کس اونجی گروپ تروریست نکارنج بو آمریکا ببن گف و مترسی باراک اوباما بشه کدن یا گوتار خدا بالک شونده سر دکبری آمریکا یلگل روسیا و چین او گوت اف نکارن سرن سری جانی بگیرن آستا کاری گین آمریکای گوتار باراک اوباما دهمه که دایا کده ریوبریا نو یا آمریکای یاد بن سرکتویا دونالد ترامپ دی روژا 20 چلی دست بکار بکن کرملین توانبارین آژانس آگاداری آمریکا یل دور دستوردان روسیا دل بجاردن سرکتی آمریکا در رد که اوان وک ایده نوبر و ببنگه بناف دکه پیبداری کرملین دمیتری پیسکوف دشمی گوت اف ایده ببنگین و چه بلگینین اف نوبرن سر آستا که مورالی هات نکرن و نکاری آژانس که ابلکاریا مزن یا جیانینه آخافتن پیسکوف اف برسی و کرملین یا یکمین بو جدام که آگاداری آمریکا گوتی وان باوری که مزن هیا که سرکی روسیا ولادیمیر پوتین باوری که سیاتی فرمان دا که دستوردان دل بجاردن سرکتی آمریکایی دا بکن
بدف که وزارت درو روسیه ماریا زاخارова تندی رخنل اداره باراک اوباما کر او راگیون که سروکی آمریکا باراک اوباما دید چند روزین داوی ین سرکتی خود بریارین واد دکوده ببن سدم خرابونا جیانی ماریا زاخارова روز چهارشنبه 11 چلی تندی رخنل اداره نهایی آمریکا سرکتی باراک اوباما گرد که تنی چند روز مای دم سرکتی وی داوی ببه اویل سر حسابی خوی فیسبوک دیویسک بلاف کرد او تید رخنل هلوست او بریارین ریبریان نهایی آمریکای گرد زاخارova نویس از هر روزی نو چین واد خوینم که واشنگتونی دیسا دور پیچل سروسی کرنا او چک شکوجیرن سوری را شوندنه که اف گفت قتل بکردنوین لیل سر سیاست و در و یا جیانی گلک خطرن ماریا زاخارova و نویسا خواه بردوان کریه خودی گردون تفت روزان دا افراند او کم 2 هفتیان جدی بری اوباما را مایکوی خراب بکه وزارت برونی روسیه پیشمی 12 چلی دخینی که در رگیان که روسیه و ترکیه سر هماننگی و درباره گیریشن ازمانی یلناک آخو سوریه دل حف کرن. گوری دخینی مسکو و انقره سر گیریشن ازمانی یلندجی چک دارین رخصتن دایش ناک آخو سوریه دا گیشتن رکفتنه که وزارت روسیه دخیه کرن امی بهور گیریشن ازمانی دجی منگه و بارگه این دایش ناک آخو سوریه دا پیک بینن. دادگاه دستور یا بنگین یا ترکی سردوزد نابر شوان پرور و گلر اشتیق دا بریار دا. الگوری بریاری دولت ترکی دی 14,000 لیرای ترکی 3,700 دلار بده شوان پرور. پاریزری شوان پرور بریا 12 سالان اجبرکو گلر اشتیق ستران شوان پرور یا بنوی برج ناصراف بی دستور هنرمند کرد آلبوم خود گوته بو دوز وکره بو. گلر اشتیق چند گوتنن برج ناصراف گوهیت بو و بنوی نارین آلبوم خود گوته بو. سال 2010 شوان پرور دادگاه گلی گلر اشتیق بو که بی دستوروی سترانوی یا بناوی برج ناصراف کارانیه. دادگاه پشتی 12 سالان شوان پرور موفدار دیده بو و گلر اشتیق داینا 15,000 لیره جزا کرده بو. لی پارزری گلر اشتیق بریار ایکار کرد و پراستنا اشتیق گوته بو که ابسترانش پرتو که جواد بروانی هاتیه ورگرتن و جبر ویکی دادگاه دوسیا نو کرده بو. پارزری شوان پرور جبر بین پیکرنا موفی درازاندن دم معقول که بسر دا 12 سال در باز بوده سری دادگاه دستور بنگهی دا. دادگاه دواری سترانی دا تو بریار ندا لی دواری بین پیکرنا موفی درازاندن دا بریار دا. الگوری بریار دادگاه دستور بنگهین دادگاه دولت دیش بر بین پیکرنا موفی درازاندن 14,000 لیرای ترکی بده شوان پرور. بدارین اینجا اوا بو وشنا دنگو بس نفته که شهر چار پچین کردستانی و کردن دیاسپورا رو نوچین نونتوی جوره که دن هفتیاتی دی سال سروی نابونیشانی بنجام نوچین هفته که امی راستی هبین آمده کار او ریبرا برنامه یا دنگو بسی نو یا رادیو ریتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشنانو بمین نو خیر و خوشیه دا